خب امروز اومدیم برای آموزش طراحی لب. نیاز داریم به یک مداد برای طراحی لب. زیر لب رو نشانه گذاری میکنیم. کناره های لب رو نشانه گذاری میکنیم برای طراحی لبمون. یه چند تا نقطه طلایی داره که ما این نقاط طلایی رو باید حتما نشونه گذاری کنیم و بعد این نقاط طلایی رو به همدیگه وصلشون بکنیم. و نقاط طلاییمون دو طرف لبمون هستن، پایین لبمون و همینطور بالای لبمون و 3 تا علامت برای بالای لبمون میذاریم که ما بتونیم کاملا فرم لبمون رو به درستی طراحی بکنیم و این نشونه گذاری و خطهایی که کردیم رو به همدیگه وصلشون میکنیم. سعی میکنیم با خطای صاف اینا رو به هم دیگه وصل بکنیم و سعی میکنیم انحنا ندیم و اگر 1% خواستین لبی رو بزرگ کنین، حجیم تر بکنید، فقط از 2 قسمت بالای لب و پایین لب شما باید حجم بدین به لب ها. از کناره های لب ها اصلا نباید حجم بدین و فقط از این مثلثی بالای لب شما میتونین لب رو حجم بدین و زیرین ترین نقطه لب میتونین لب رو حجم بدین. از کناره های لب به هیچ عنوان لب رو پهن‌تر و بزرگتر نمی کنین چون فرم لب رو زشت میکنه. خب بعد از اینکه ما با طراحیمون رو تقریبا طراحی لبمون رو انجام دادیم، اول با یه مداد داخل لبمون رو پر میکنیم. میگیم طرف بخنده، پوست لب یه مقدار کشیده تر بشه و ما بتونیم به راحتی داخل لب رو خب رنگش بکنیم. حالا من توی این طراحی لب تصمیم گرفتم که فقط گوشه های لب رو رنگ بکنم چون که میخوام یه طراحی لب آمبره بهتون آموزش بدم. کناره های لب رو رنگشون میکنم کاملا. بچه ها خب من از این رنگ برای آموزش استفاده کردم که شما کاملا متوجه بشین، ولی خب این آموزش رو میتونید با تمام توناژ های رنگ، چه صورتی، چه کرم، چه قرمز، میتونید انجام بدین. بستگی به سلیقه مشتری داره و حالا فرم لبش. کناره های لبم که پر کردم از پالت آناستازیام یه رنگ گوشتی رو انتخاب میکنم برای لب هم و به وسط لبم و کناره های لبم این توناژ گوشتی رو میزنم. اگر بخواید ماندگاری رژتون بیشتر بشه، کل لب رو اول با یه مداد پر میکنید داخلش رو، بعد روش رژ میزنین. و یه نکته دیگه هم بگم که حتما از بالم لب و اسکراپ لب برای طراحی لب ها استفاده بکنید. یعنی اگر عروسی اومد پیشتون که لب های خشکی داشت و خب پوسته بود، اول از همه از اسکراب لب استفاده میکنین که اون پوسته های مرده لبش رو از بین ببره. دوم یه بالم لب به لباش میزنین که لبش رو نرم بکنه، بعد از رژ استفاده میکنین. خب من دارم داخل لبم رو پر میکنم با رنگ گوشتی. شما این رژ رو میتونید با هر تونژ رنگی میتونید انجام بدین. من برای ویدیو این کار رو کردم. بعد از اینکه داخل لبم پر کردم، از یک کانسیلر برای آمبره لبم استفاده میکنم که میخوام وسط لبم رو روشن کنم که لبم فرمدارتر و حجیمتر دیده بشه. با یه قلم یا یه براش این کانسیلر رو وسط لبم میزنم و سعی میکنم که پخشش کنم و حالت یه سایه ایجاد کنم روی لبم. این یه تکنیک بود که گفتم بهتون آموزش بدم بچه ها. الان این نحوه رژی که الان من براتون زدم همینجوری به صورت ماتش رو شما میتونید واسه مشتری بزنید. میگم باز سلیقه خودتون و سلیقه مشتریتون هستش. و با یه بیوتی بلندر سعی میکنم یکم فید تر بشه. کناره های لبم رو میزنم، ازش به کانسیلر میزنم و کاملا سعی میکنم توی کل لبم فیدش کنم. این الان ماتش بود. الان
با استفاده از یه سایه شاین صورتی از پالت هدا بیوتی با یه براش وسط لبم میزنم که وسط لبم رو براق و شاین بکنه. میگم بچه ها همه این تکنیک ها و کارهایی که میکنین برای مشتری انجام میدین، ازش میپرسین دوست دارین و اگر که خوششون اومد که هیچ. معمولا من این کار رو واسه هر کسی میکنم، یعنی وسط لب هر مشتری یا عروسی رو شاین زدم تا الان خوشش اومده. ولی خب بستگی میگم به سلیقه خودتون و عروستون یا مشتریتون داره. با توسط یه دونه براش سرصاف با کانسیلر کناره های روژم رو سعی میکنم تمیزتر بکنم. و اینم بگم که وقتی که این خانم الان صورتش کرم پود نداره و من فقط دارم لبش رو طراحی میکنم، وقتی خب کرم پود بیاد و حالا میکاپ بیاد خب بیشتر خودش رو نشون میده، تمیزی کار، تمیزی رژ. ولی خب شما واسه اینکه حالا دور لبتون تمیزتر بشه میتونید با یه براش و کانسیلر دور لبتون رو سعی کنید تمیزتر بکنید. بعد از اینکه با یه دونه براش تمیز کردم دوباره از خط لبم سعی میکنم گوشه های داخلی لبم رو پرتر کنم و تمیزترش کنم و خطاش رو صافتر میکنم، تمیزتر میکنم. بچه شما همین رژ رو میتونید رنگ کالباسی، کرم، صورتی، گلبهی، همین تکنیک رو میتونید با رنگ های دیگه انجام بدین بچه ها. دارم سعی میکنم با مدادم یک کمی سایه به کناره های لبم بدم، چون که این مدل رژ مدل آمبره بودش. امیدوارم که دوست داشته باشین و حتما تمرین کنین.